صندوق در صندوق. درک میکنم اگه این واژه به گوشتون نخورده باشه، حق هم دارید، چون هنوز چند سالی از ورودش به بازار سرمایه ایران نگذشته، اما تو همین مدت کم به یکی از بروزترین و متنوعترین روش‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه تبدیل شده. صندوق در صندوق یا فراسندوق یه صندوق تلفیقیه که دارایی خودش رو در صندوق‌های متفاوت سرمایه گذاری میکنه. مدیر فراسندوق با بررسی و تحلیل صندوق‌های مختلف یک سبد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه می‌کنه تا بهترین استفاده رو از فرصت‌های به وجود اومده در بازار سرمایه ببره و بازدهی مناسبی در مقایسه با کلیه کلاس‌های دارایی به دست بیاره. این صندوق‌ها به نوعی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار محسوب میشن، چرا که مدیر این صندوق‌ها با تحلیل بازار انواع مختلفی از صندوق‌ها رو خریداری می‌کنن. سرمایه گذاری در این صندوق‌ها به علت ماهیت اونها یک تیر با چند نشانه زدن که باعث صرفه‌جویی در زمان شما میشه. شما با خرید فراسندوق به سبدی متنوع از صندوق‌های مختلف دست پیدا می‌کنید که میتونه میزان بسیار زیادی از صندوق‌های بازار رو پوشش بده و به نوعی کسب بازدهی از عمده بازار رو برای شما فراهم کنه. و خبر خوبی که نوبیرا قراره از صندوق در صندوق خودش به اسم خوشه رونمایی کنه. نوبیرا طی این سالها در بازار سرمایه خودش رو اثبات کرده و صندوق‌هایی مثل کاج، نهال و دیگر صندوق‌ها نمونه‌های موفقی از این تجربه هست. پس اگه زمان کافی ندارین، از دانش و تجربه لازم برخوردار نیستین، به دنبال تنوع وسیع در سرمایه‌گذاری، مدیریت بهینه ریسک و نقشه‌بندی بالا هستین، صندوق خوشه رو در بازار سرمایه از دست